دوستان خوش اومدید به ویدیو جدید. من امیر دراگونم. درست شنیدید، دراگون. وقتشه دیگه میخوام از یک سبک جدید رونمایی کنم که کلا سبک و استیل و همه چی پروف و همه. معذرت میخوام بابت میکس زیادی که میدم، چون بالاخره دستم گرم نیست دیگه. تو این شرایط تو اینا بازی نکردم، گرم نیست. من واقعا اینا رو تغییر دادم از کانالم. چنل همو کلا عوض کردم به طور کلی. حالا از کانتنت و اینا، کانتنتش هنوز کالاف، یعنی کالاف میذارم، ولی سعی میکنم روی گیم های دیگه هم حالا تمرکز رو داشته باشم. حالا هر گیمی اوکیه. و اینکه این شرایطی هم که خب بیشتر حالا یوتیوبرها نبودن، جدیدن دیگه دارن میذارم ویدیو. تو اون شرایط هیچ کس نداشت. برای یه نفر نیست بگیم یه نفر نداشت، یه نفر اوضاعش رخیم بود. همه این شرایطی داشتن. تسلیت میگم به کسایی که شهید شدن، به کسایی که بالاخره ضربه دیدن، دچار حادثه شدن. و اینکه من قوی برگشتم با کانتنت های جدید، ویدیوهای جدید و خفن و پر از حالا ایده های خفن و اینا. هنوز فعلا کانتنت هم کلافه، ولی بعدن حالا یه تایمی بعد بیشتر که بگذره میخوام روی گیم های دیگه تمرکز کنم. و اینکه یه سری آشیام بود حالا با یه یوتیوبری، خیلی اهمیت دیگه نمیخوام بدم. خیلی یه وقتی یه تایمی خیلی اهمیت میدم، الان واقعا اصلا اهمیت نمیدم. حالا هر چی میخوایم فکر کنه برای کسی البته مهم نباشه، خب 100% مهم نیست، ولی بالاخره دیگه برام مهم نیست واقعا اون حاشیه و اونا. الان این ویدیو گرفتم برای اولین ویدیو بعد از اون بالاخره حادثه و تسلیت میگم، واقعا دوباره بازم تسلیت میگم به تمام کسایی که دچار حادثه شدن و عزیزانشون رو از دست دادن. خواستم فقط همینا رو بگم، حرف دیگه نمیمونه. و اینکه همین. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. هر ایده‌ای، هر چیزی بود حتما تو کامنت ها بگید. و اینکه هر چی دادین تا حالا، چالش، ایده، هر چی بوده من تا حالا انجام دادم و سعی میکنم تمام تلاشم روی این کانال بذارم. و اینکه مرسی که تا آخر ویدیو تماشا کردید. خیلی وقتتون گرفتم و تا یه ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار.